از اونجایی که اخیراً مراسم بزرگداشت همسر امام رو داشتیم و ایشون هم ارادت خاصی به من داشتن، بحث امروز رو با ذکر خاطره از خانم والده آقا مصطفی آغاز میکنیم. بله، یادم هست که یک روز همسر امام با یک جعبه شیرینی وارد بیت شدن و به امام عرض کردن که روح الله کدوم نوع از این شیرینی ها رو دوست داری؟ که امام فرمودن از این نوع. بله، نوع دوستی از صفات بارز حضرت امام بود. بله، در تابستان 59 همزمان با شروع جنگ خدمت امام رسیده بودیم و ایشون فرمودن که یکی این کولر لعنتی رو روشن کنه، پختیم از گرما. بله، پختگی از صفات برجسته حضرت امام بود. روزی خدمت امام بودیم و ایشون در حال سرودن شعر بودن. بنده عطسه سنگینی کردم به طوری که قلم از دست ایشون پرت شد و امام رو به من کردند و فرمودن ای درد. بله، همدردی با مسئولان نظام از صفات برجسته حضرت امام بود. روزی برای امام از رفسنجان پسته برده بودم که امام خیلی خوششون اومد و به میزان زیادی تناول کردن به طوری که بعد از اون دلپیچه شدیدی گرفتن و تا عصر به خودشون میپیچیدن. بله، پیچیدگی از ویژگی های بارز اون راحل بود. همانطور که میدانی من به امام خیلی نزدیک بودم و یک روز با هم جلوی آینه ایستاده بودیم. امام نگاهی با آینه کردند و با اشاره به دماغ مبارکشون گفتن که اکبر خودمونیم، عجب بینی بزرگی دارن. بله، خود بزرگ بینی هم از ویژگی های بارز امام بود. روزی پشه پای مبارک امام رو نیش زد و امام شلوارش رو بالا زد و پاچهش رو خاروند. بله، پاچه خاری از ویژگی های بارز امام بود. در همون ایام بود که من خدمت امام بودم و محمد تقی مصباح یزدی به ایشون تلفن زد. سوال کردم امام کیه؟ که امام فرمودن تقیه. بله، تقیه هم از ویژگی های بارز حضرت امام بود. اگه اهل قصه نیستی